برادرای عزیز، خواهرای گرانقدر، درس که ما شروع کردیم از در هفته گذشته آغاز درسی بود که علمای اسلام که بعض نامایشان گرفتیم که ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه و علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه، اینا میگن که القرآن کله فی التوحید، تمام قرآن عظیم‌الشان درباره عقیده توحید است و تقریبا این کلید است، کلید قرآن شناسی که قرآن تمامش درباره عقیده توحید است و تقریبا 13 بحث داره یا 13 دلیل داره که اینا ثابت میکنن که قرآن عظیم‌الشان درباره توحید است. اول بخش ازی بود که قرآن عظیم‌الشان اقسام توحید بیان میکنه و اقسام توحید ما و شما گفتیم که توحید ربوبیت است و توحید الوهیت است و توحید اسما و صفات. توحید ربوبیت خواندیم که توحید ربوبیت دو بخش داشت که بخش اولش ایمان داشتن به یگانگی الله سبحانه و تعالی در ذاتش بود که انسان مسلمان ما و شما الحمدلله با اساس عقیده قرآن عقیده داریم که خالقی وجود داره به این کائنات که نامش الله هست و به وجود الله متعال و به وحدانیتش ایمان داریم. دوم بخش توحید ربوبیت چی بود؟ افراد الله سبحانه و تعالی فی افعاله، یگانگی الله یا ایمان داشتن به یگانگی الله در افعالش بود. بناهن عقیده توحید ربوبیت دو بخش داشت و اردوش ما و شما خواندیم. بعد از اینکه فهمیدیم که ما مسلمان ها مطابق قرآن به ذات الله و به افعال الله ایمان داریم و 6 قاعده را گفتیم که افعال خالق میشناسیم و افعال مخلوق هم میخوایم بشناسیم. قاعده سومی بود که افعال خالق به مخلوق تشبیه نمیکنیم و افعال مخلوق به خالق تشبیه نمیکنیم. 4 تا پنجمش افعال خالق از مخلوق تقاضا نمیکنیم و ششمی چی بود که افعال خالق و مخلوق با هم تشبیه نمیکنیم. جزاکم الله خیرا. آل اینی کسایی که وقتی که خواندیم این عقیده مسلمان ها بود. بعد از او گفتیم که هر چیز شکننده داره و نواقض داره. نواقض وضو داریم، نواقض نماز داریم، نواقض صوم داریم که روزه را مشکنانه. اینمی قسم که روزه‌دار روزش مشکنه به اساس بعضی از افعال، اینمی قسم عقیده هم چی میشه؟ نقص میشه. اینال کدام چیزها، کدام مرضها، کدام میکروب‌های هستند که یا سبب نقص عقیده توحید ربوبیت میشه؟ گفتیم که این هم دو بخش داره. بخش اولش چی است که انکار ذات الله متعال است. بخش اولش چی است؟ انکار ذات الله است. و بخش دومش شرک در چی است؟ در افعال الله است. متوجه شدین؟ اما قسم که توحید دو بخش داره، نواقصش هم در دو بخش تقسیم میشه. خب انکار ذات الله متعال چه قسم صورت میگیره؟ مثالایش برای ما گفتیم بتین، ما و شما مثالایش خواندیم که اولش انکار مطلق است. چی است؟ انکار مطلق است. مثلا چی؟ مثل انکار فرعون. فرعون از چی انکار میکرد؟ فرعون انکار میکرد که خالق وجود داره. خودش میگه انا ربکم الاعلی، من ربتان هستم، رب بلند مرتبه شما. پس فرعون خودش انکار میکرد و دیگران را به بندگی خود دعوت میکرد. بنابراین هر کسی که در عصر امروز هم مثل فرعون واره از وجود خالق متعال انکار بکنه و دیگران را به اطاعت از قوانین و عبادت خود دعوت بکنه، این هم اونمو فرعون واره میشه. یکی از طواغیت خطرناک که تیر شده چی بوده؟ فرعون بوده. و همین قسم هامان و شداد و نمرود. متوجه هستین؟ دوم که بوده انکار فلاسفه دهری هستن. فلاسفه دهری کسایی بودن که اونا میگفتن این جهان که است خلق نشده، بلکه جهان از اول اینمی قسم موجود بودن، یا را دهری میگن. اینا هم انکار میکنن از وجود خالق متعال. سومش هم خواندیم که تصادفگراها بودن، کسایی که به عقیده تصادف باور داشتن. اینا میگفتن که هر چیز که هستی چی هسته؟ تصادف است. بنابراین ما
چی را قبول نداریم؟ خالق قبول ندارن. میگیم وجود ما اینه یا آسمان زمین که است تصادفی. سینا ما شما خواندی فقط من مرور میکنم. چهارم قسمش سیکولرها بودن. سیکولرها کسایی هستن که اونا هم خالق رد میکنن، چی سیکولرهای شرقی باشن به نام کمونیستا و سوسیالیستا و چی سیکولرهای غربی باشن به نام پولاریستا و پلورالیسم. اینا چی میکنن؟ وجود خالق رد میکنن و میگن ما خالق کار نداریم، قانون در زمین ساخته میشه و خود ما قانون میسازیم و در دین، در سیاست، در اقتصاد، در قضا، در هیچ چیز باید دین نباشه و نام الله گرفته نشه. پنجمش انکار دموکرات ها بود. دموکرات ها هم یک بخش از سیکولر ها هستن که اونا به زمینی بودن قانون ایمان دارن. اونا میگن باید قانون زمینی باشه و این خود به خود انکار است از وجود خالق متعال و میگن ما خالق قبول نداریم و کسایی که به نام خالق قانون که میگه قرآن محمد علیه السلام میگن ای جور کرده و تورات فلانی جور کرده و کتاب آسمانی را قبول ندارن و میگن باید قانون چی باشه؟ زمینی باشه و چیزی به نام قانون آسمانی را ما قبول نداریم. دیگهش فلاسفه وجودی بودن که فلاسفه وجودی هم از وجود الله انکار میکنن و میگه انسان به خاطر نمی هست که از خواهشات و شهوات خود استفاده بکنه. اگر کس منش کنه سر از او قار میشه، اعصابش خراب میشه، میگه من انسان هستم، من هر چی که دلم شد میکنم. If I'm a young I can do everything. وقتی من یک جوان هستم هر چیزی که دلم شد میخوایم بکنم. دلم کت هم جنس ازدواج کردم، دلم کت جنس مخالف ازدواج کردم، دلم هیچ ازدواج نکردم، دلم کت حیوانات رفتم ازدواج کردم، دلم هر قسم که شد. این فلاسفه وجودی هستن که این قسم عقیده دارن، شهوت پرستی رو ترجیح میدن، به می خاطر از وجود خالق متعال و قوانین الله انکار میکنن. دیگر قسمش عقلگراها بودن، کسایی که میگفتن که ما از عقل خود یعنی حاکمیت به عقل میتن. میگه حاکم ما با کی هست؟ حاکم ما عقل ماست. اگر عقل ما گفت حق است حق است، عقل ما گفت باطل است باطل است. بنابراین اگر چیز را کسی به عقل ما قناعت نداد ما او را قبول نداریم و همیشه نص قرآن هم چی میکنن؟ آیات قرآن هم مطابق امو عقل خود تفسیر چی میکنن؟ مثلا ما مسلمان ها میگیم عقل ما پایین است، من عقل دارم، از عقل خود استفاده میکنم. خب وقتی که در مسائل غیبیات و احکام دیگه که شد، باز وقتی که قرآن عظیم شان و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله باز عقل ما چی است دیگه؟ چی داریم که میگیم عقل ما ناقص است، کم است. ما مردا عقیده داریم که عقل ما چی است؟ ناقص است. بناهن وقتی که وحی آمد باز ما عقل خودش، عقل گراها میگه نه، عقل ما کس حاکم از بالای چی؟ بالای قرآن، بالای سنت، هر چیز که اسیره. به این خاطر بسیاری وقتا عقلش که قناعت نکرد صفات انکار میکنه، افعال انکار میکنه. متوجه هستین؟ بالاخره حتی خالق انکار میکنن. این چی است؟ انکار عقلگرا هست. دیگهش ماده پرستا هست که امروز چند مثالش هم میخوانیم. ماده پرستا چه قسم مردم هستن؟ ماده پرستا یک فلسفه جور شده به نام ماتریالیزم. ماتریالیزم یا ماده پرستی هست. اینجا اینا ویلیام اکامی و هابز و اینا کسایی هستن که اگوست کنت میگن فرانسوی در قرن 19. اینی کسایی هستن که امو بنیانگذارا و اساسگذارای فلسفه ماتریالیستی هستن. اینا چی میگن؟ اینا میگن هر چیز را که ما از طریق حس محسوس باشه قبول داریم و حق است. حس که قبول نکرد ما او را قبول نداریم. بنان چیزی که محسوس نیست او را ما قبول نداریم. باید بر من نشان بدی. از این خاطر از اینا کدام مردم ها جور شده؟ یک تعداد به نام مارکسیسم میگن، پیروای مارکس هستن. لینینیسم است، فلسفه مارکسیسم، فلسفه لینینیسم. این فلسفه ها، سوسیالیسم یک مکتب اقتصادی سوسیالیستی است. اینا کلشان اساس فکرشان ماده پرستی هست. میگه چیزی را که ما با چشم خود میبینیم قبول داریم، با چشم ما دیده نمیشه ما او را قبول نداریم. کاتشان که بحث کنین برتان میگه خب میگه من اینه مثلا اینمی قلم قبول دارم. چرا؟ میگن بعد دستم گرفتم چشم ما دید. بله ملائکه رو برای من نشان بده. کوکی در کجاست ملائکه؟ ما برش میگیم که الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب.
ملائکه غیب است، ما به غیب ایمان داریم. میگه نه من چیزی به نام غیب قبول ندارم. وقتی که قبول نداشت، بناهن از اینا احزاب کمونیستی، احزاب سوسیالیستی، احزاب ماتریالیستی، اینا کلشان عقیدهشان اینمی هست که اینا ماده پرست هستن و چیزی که به چشم دیده نمیشه و حس نمیشه او را قبول ندارن. الله متعال در قرآن عظیمشان اینا درباره از اینا چی میگن؟ کسایی که غیب انکار میکنن و ماده پرستی میکنن، در سوره انعام آیت 31: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الله متعال میگه یقینا که خسران کردن الذين، کسانی که کذبوا تکذیب کردن، بلقاء الله، به ملاقات الله. یعنی یا گفتن از آخرت که غیب است انکار کردن، محسوس نیست، گفتن ما قبول نداریم. پس ماتریالیستا، کمونیستا چی کردن؟ اینا نقص کردن. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، بل ملاقات الله. اینا چی کردن؟ انکار کردن، اینا خسران کردن. قد یقینا خسر، خسران کردن. الذين، کسانی که کذبوا تکذیب کردن، بلقاء الله، و ملاقات الله که در روز قیامت با او ملاقات میکنن، این انکار کردن. حتی اذا جاءتهم الساعة بغته، تا ای که برشان ساعت یا لحظه که قیامت میشه ناگهان میایه. یک دفعه ببینید که زمین و زمان کلش گدوت میشه. قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها و هم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. نومی بخش که بود کفر طبیعت پرستا بود. طبیعت پرستا کسایی بودن که اونا میگن که ما را اینمی طبیعت خلق کرده و ما شما قبلا خواندیم که وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. ایره خوانده بودیم. اینمی طبیعت پرستا و وطن پرستا هستن که یا میگن که ما را اینمی طبیعت خلق کرده و اینمی وطن ما را خلق کرده، ما چی هستیم؟ ما طبیعت پرست هستیم. از این وطن پرستیام میکنن، میگه فلانی بسیار وطن پرست است. ما مسلمان ها الله پرست هستیم، در وطن های مختلف زندگی میکنیم. آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. آن ملک ماست که ملک خدای ماست. وقتی که ملک الله هست، پس اینی جاعل فی الارض، یعنی زمین کلش هست سرزمین ما هست. این حال بسیاری کسا را ببینی که وطن پرست است و طبیعت پرست است. بازی طبیعت پرستا میگن که ما را اینمی طبیعت خلق کرده و ما اینمی رو خوش داریم و به خاطر از این مبارزه میکنیم و دین و خالق متعال اینا رد میکنن. خلاصه ای که دومیش هم داروینیسم بود که اونا میگفتن که ما نسل چی هستیم؟ شادی هستیم و از شادی ما تطور کردیم و اعتقاداتی که اونا داشتن. به هر صورت بخش دوم درس ما شما شروع میشه. نوع دومش در کفر در ذات، شرک. اولش انکار ذات بود مطلقاً. دومش چی هست؟ شرک در ذات الله متعال است. شرک در ذات الله متعال چه قسم است؟ اول شرک یهود و نصارا است. متوجه شدین؟ اول شرک یهود و نصارا هست فی نسبت الابن الی الله سبحانه و تعالی، در نسبت دادن پسر به الله متعال. شرک یهود و نصارا که نسبت یعنی در یهود و نصارا و شرک الله سبحانه و تعالی در زوی نسبت ورکی، هم یهود و هم نصارا. دومش شرک عرب بود قبل از اسلام. عرب ها قبل از اسلام چی میگفتن؟ اول میگفتن که العیاذ بالله، ملائکه را میگفتن که اینا دختران الله هست. در سوره نحل آیت 57 و یجعلون لله البنات و یجعلون لله البنات سبحانه. این را ما خواندیم، از این خاطر مزود تیر میشم چیزایی که خواندیم که سر درس نو بیم.
و اجعلون لله البنات و اینا برای الله دخترا را گشتاندن. سبحانه الله متعال میگه پاکیز برای الله. ولهم ما یشتهون و برای خود با چیزی که اشتها میکنن با خودشان میگن که ما بچه میخوایم و اگر برشان بگه تو دختر پیدا شد با ظل وجه مسودن چهرهش تغییر میکنن. دیگه چی میکنن مشرکین قریش؟ یا عادت داشتن فی جعل الجن شرکاء لله، جن شریک با الله میساختن. و جعلوا لله شرکاء الجن، این هم با شما درس گذشته خواندیم، تکرار نمیکنم، سوره انعام آیت 100 خوانده بودیم. دیگه چی میکردن مشرکین قریش؟ فی تشبیه الخالق بالملوک و السلاطین. دیگه عادت مشرکین قریش چی بود که اینا الله متعال تشبیه میکردن با پادشاها و سلطانها. میگفتن وقتی که پیش پادشاه مستقیما نمودو فلسفه رو گفتیم نه، میگفتن الله مثل پادشاه هست. الله متعال میگه لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل الله نیست. اگر بازی عقیدی غلط شکست قبول کرد باز چی میگفتن؟ باز میگفتن که پیش پادشاه مستقیم رفته میتونی؟ نه، پیش پادشاه اول که عریضه میری پیش سکرترش. پس وقتی که الله مثل پادشاه شد باید پیش چی بریم؟ مقربین و سکرترهاش بریم. اینی را هم الله متعال رد کرد و این ما شما خواندیم در روز گذشته که در سوره زمر آیت 3 خواندیم که الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء. این کسایی که بغیر از الله دوستان گرفتن، بت‌ها را گرفتن و به قبرها رفتن، بت پرستی کردن، قبر پرستی کردن، اینا چی میگفتن؟ استدلال از این بت پرستا و قبر پرستا چی بود؟ میگفتن الله را میشناسی؟ نمیگفتن بله الله را میشناسیم، ما قبول داریم. خیلی پیش از این بت‌ها چرا میری؟ به این قبرها چرا میری؟ میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، ما برای اینا عبادت نمیکنیم مگر این بت‌ها و این قبرها ما را چی میکنن؟ یا دوستای الله هست ما را به الله نزدیک میکنه. در حالی که الله متعال صمد است، الله الصمد، الله بی نیاز است و نیاز به این سکرتر و رئیس دفتر و مقربین نداره. دیگهش خوانده بودیم، میره هم خوانده بودیم، تکرار است، شرک ثانویه یا مجوسی ها بود. مجوسی ها چی میگفتن؟ میگفتن که العیاذ بالله دو خالق است، دو خدا هست. میگفتن میگن که خدای خیر است، یکی از شر است. یزدان و اهریمن، یزدان پرستا بودن و اهریمن میگفتن یکی خدای خالق خیر است، یکی خالق شر است. ای هم وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین. الله متعال در رد از این نخوانیم، سوره نحل آیت 51 که پیدا کنین. وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فإیای فارهبون. این الله متعال در رد عقیده دو خدایی که ثنوی ها که به نام ثنویت از اثنین گرفته شده، تثلیث از ثلاثه گرفته شده که بعضی کسا میگفتن سه خداست، نصرانی ها میگن، و آتش پرستا یا مجوسی ها اینایی که شب چی را تجلیل میکنن، شب یلدا، این هم از امون مجوسی ها هستن. کسایی که ایره خوش داره باز کتت مو بابا کلانای خود انشاءالله حشر میشه. انال وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین. وقال الله و گفت الله متعال سبحانه و تعالی لا تتخذوا نگیرین الهین اثنین، دو معبود ایره نگیرین. انما یقینا که هو الله خالق آسمان ها و زمین کس اله واحد، معبود یگانه هست که ذاتش عبادت میشه و قوانینش شریعتش اطاعت میشه. الله متعال میگه فایای فارهبون، پس از ما بترسین. این عقیده ثانوی ها بود که این هم چی است؟ این هم ضد توحید ربوبیت است، کسی که به دو یا سه خدا باور داشته باشه. چهارم شرک سامری و اتباع سامری بود. اتباع سامری در سوره طه آیت 88 فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فاخرج لهم، پس خارج کرد برایشان کی؟ امی سامری کی بود؟ یک کسی بود که در بین بنی اسرائیل وقتی که موسی علیه السلام رفت، الله متعال او را خواست پیش خود تا برشم الواح یا تورات نازل بکنه. موسی علیه السلام برای از اینا دعوت توحید داده بود.
یک دفعه سامری صاحب از بین خیست و امو طلاها و چیزایی که پیش بنی اسرائیل بود ایره از اونا جمع کرد، از طلاهای از اونا یک چیز ساخت، گوساله ساخت و بر از اینا او عقیده داد که العیاذ بالله روح الله در این گوساله داخل شده، این رو حلول میگن و این حلول کرده روح الله در این گوساله، بناهن شما بر از عبادت کنین. الله متعال میگه فاخرج لهم عجلا، پس بیرون کرد بر از اینا عجل گوساله را، جسدن که یک جسد یک مجسمه بود، له خوار لکن خورخور میکرد، خوار صداها میداد. این مردم در یک خورخور از ایده گفتن اوه گفهمی هست، آدم که بیعقل شد دیگه. اینا چی شد؟ فقالوا هذا الهکم و اله موسی، گفتن این معبود شماست و معبود موسی علیه السلام که شما را موسی علیه السلام دعوت میکرد. فنسی، پس این چی کرد؟ فراموش کرد اما عقیده توحید صحیح. اینالی عقیده حلول مؤسسش کی بود؟ سامری. بالاخره نصرانی ها خیستن عقیده کردن عین عقیده سامری را از بنی اسرائیل گرفتن و گفتن که العیاذ بالله عیسی علیه السلام انسان بود، ناس بود، ناسوت بود. انسان و ناس و ناسوت یک معنا دارن. عیسی علیه السلام میگه از مادرش که مریم از تولد شد انسان بود. بالاخره میگه این هم روح الله یا العیاذ بالله اله متعال در وجود از این داخل شد، حلول کرد، پسی به لاهوت مبدل شد. پس این عقیده ناسوت لاهوت در بین نصرانی ها هست. از او خاطر اونا عیسی مسیح را میگن که این بچه الله هست. چرا میگه روح الله در این داخل شد؟ در حالی که روح خودش مخلوق است و ما نسبت روح به الله کرده نمیتونیم. در جاهایی که شاید بر شما سوال پیدا شود و نفخت فیه من روحی، این سوال پیدا شود، یک قاعده هست وقتی که الله متعال یک مخلوق عزت میده او را به طرف خود نسبت میده. این را اضافت تشریفی میگن. این چی میگن؟ اضافت تشریفی. یک در سوال امتحان آوردم که اضافت تشریفی چیست؟ شما میگین اضافت تشریفی یا در فارسی نسبت دادن تشریفی، اضافت یا نسبت دادن است که الله متعال بعضی از مخلوقات را به خود نسبت میده. یعنی او مخلوق مضاف میسازه و الله مضاف الیه میشه. مثل چی؟ مثل بیت الله. الله متعال بیت خانه را، حالا خانه کعبه کسی خب مخلوق است، از این نمی سمت و سنگ و چیزایی که ما با شما جور کردیم او هم جور شده، لکن او را بیت الله میگن. الله او را به خود نسبت داد. اینی را اضافت تشریفی میگن در زبان عربی. مضاف شد، اینمی اضافت تشریفی هست. یعنی این خانه ترجمهش با چه قسم میکنن؟ هذا بیت الله. ترجمه هذا بیت الله چی میشه؟ هذا بیت مخلوق معزز مکرم صاحب شرافت عند الله. فهمیدید؟ یعنی عیسی روح الله، عیسی علیه السلام چی هست؟ مخلوق است. اینا چه قسم ترجمه میکنیم؟ وقتی که بیت الله را گفتیم هذا بیت معزز مشرف مکرم عند الله، این خانه هست، معزز است، با عزت است، با شرف است به نزد الله. پس بیت الله شریفه کس حق نداره که مثلا در اونجا بیادبی بکنه. کارهایی که در خانه خود میکنی پیش بیت الله شریف رو کرده نمیتونی. چرا؟ او برش یک عزت خاص الله برزو داده. عیسی روح الله، عیسی علیه السلام عبد مخلوق معزز مکرم عند الله. عیسی علیه السلام هم پیغمبر است، معزز است، مکرم است، با عزت است به نزد الله، مخلوق است. از این خاطر میگه که روح الله. خب ناقة الله، هذه ناقة الله. در ناقة الله هم بگیم که هذه ناقة، این شتر ماده هست مثل دیگه شترها واره، لکن چون معجزه هست، معزز مشرف است، شما بر از این بیادبی نکنین. معجزه هست.
اگر کل شطر الله هست. سبحان الذي اسرا بعبده. رسول الله صلی الله علیه و گفته که رسول الله صلی الله علیه و عبدالله هست. سبحان الذي اسرا بعبده. عبد مضاف است به طرف های ضمیر. متوجه هستین؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و پس رسول الله صلی الله علیه و عبدالله گفت چی معنی؟ هذا عبد مخلوق معزز مکرم مشرف عند الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده هست، معزز است، مکرم است، با شرف و با عزت است به نزد الله متعال. رسول الله صلی الله علیه و دا بنده ده، معزز ده، مکرم ده، با عزت ده الله تعالی، لیکن مخلوق ده. خب مثلا در انسان ها الله متعال میگه و نفخت فیه من روحی. اینجا روح انسان، الله متعال روح انسان به طرف خود چی کردن؟ مضاف ساختن. ما و شما روح ما روح الله هست، لکن روح چی است؟ مخلوق است. چی مانا؟ اینمی روح انسان که هست، یعنی الله متعال میگه و نفخت فی هذا الانسان روحا مخلوقا معززا مکرما مشرفا. ما در این انسان روحی که مخلوق بود، معزز و با عزت بود، در وجود ازی چی کردم؟ داخل کردم. بناهن روح انسان و روح حیوان اردوش روح است، لکن فرق از این است که روح انسان عزت داره، شرف داره. ریختاندن یا کشتن یک انسان باید ساده نباشه تا که دلایل بسیار قوی اجازه الله نباشه تو را ناقی کشتن هم میتونی. اما یک حیوانه میری از بازار میخری، خوشت آمد حلالش میکنی. اما یک مخلوق اگر کشته میشه یا سرش فایر میشه باید بسیار فکر شوه که ای باید با کدام دلیلی را، آیا ای قاتل است که قصاص میشه یا زانی هست محسن که رجم باید شوه و یا مرتد است که باید ای مثلا کشته شوه. بناهن در قسمت انسان الله روح انسان چی کرده؟ عزت داده. متوجه هستین؟ بعضی کسا در نمی هم مشکل پیدا میکنه و عقیدهش غلط میشه. پس عقیده حلول که میگن العیاذ بالله خالق در وجود انسان داخل میشه، اولی ای بدعت کی آورد؟ سامری. دومی بدعت کی کرد؟ نصرانی ها. کی کردن؟ نصرانی ها کردن. یکی از علما نوشته میکنه میگه و هذا القول قد افضى بقوم الى القول بالحلول والاتحاد و هو اقبح من کفر النصارى. بعضی از کسای هستن که خدا مسلمان میگیرن، اونا هم عقیده میکنن که فلان شخص روح الله یا حلول کرده الله در وجود ازی، میگه ای از کفر نصارا کرده. اینا چی هستن؟ خطرناک هستن. متوجه شدین یعنی؟ پس این عقیده غلط است که به نام وحدت الوجود یا عقیده حلول است که انسان از انسانیت میکشه و بالاخره به چی داخلش میکنه؟ به الله ایره تشبیه میکنه و ایره شرک چی میگن؟ شرک تمثیل میگن. شرک چی میگن؟ تمثیل میگن. خب ما و شما از قسم اول چی که بودیم ما و شما خلاص شدیم. حالا میایم در قسم دومش. ما و شما گفته بودیم که نواقض عقیدت توحید باش گمش کنیم فارسی نشته کنم که شما یکان تا باز نواقض توحید عقیده توحید ربوبیت صحیح شد. در ربوبیت در عقیده نواقض و نواقض چی رو میگن؟ یعنی ماتون که شکننده ها. خب این ما شما گفتیم دو بخش است. یکی در ذات، انکار در ذات الله هست. صحیح شد نه؟ نواقض در ذات است، در ذات الله سبحانه و تعالی. اولش در ذات بود که ما و شما به دو بخش تقسیم کرده بودیم که یکیش مطلق بود، انکار مطلق. چند تا داشت؟ 10 تا. 10 تا. و دوم قسمش چی بود؟ شرک تمثیل یا انداد. این کدام یکی بود؟ اونمو مثلا مشرکین 4 قسم بود، 3 4. نمیگم چرا گفتم دیگه، با تکرار زیاد خسته کن میشه بر من هم و بر شما هم. قسم دومش اینی میه در
نواقضی که در کفر و شرک در افعال است. ما توحید گفته بودیم که چی است؟ افراد الله سبحانه و تعالی فی افعاله، توحید ربوبیت. یگانه گله در چی بود؟ در افعالش. آل چی میه؟ نواقص در چی میه؟ در افعال میه. این هم 4 قسم است. چند قسم است؟ 1 2 3 4. اولش چی قسم است؟ په افعالو کې یا د الله په کړنو کې کفر او شرک څه رقم کیږي؟ یا مسلمان چه قسم از عقیده توحید افعال خارج میشه؟ این 4 عیب اگر کس پیدا کرد، این شرک و کفر در چی میشه؟ در افعال میشه. اولش است که مثلا انکار است. انکار افعال، یا از کل افعال انکار میکنه، از کلش یا از بعضش. انکار افعال است که یا از کل افعال چی میکنه؟ بیخی از افعال الله انکار میکنه و یا از بعضی از افعال انکار میکنه. دومش نسبت افعال خالق به مخلوق، نسبت دادن افعال خالق به مخلوق. افعال خالق به مخلوق نسبت میته و یا هم تقاضا، یا نسبت میته یا تقاضا. ما شما گفته بودیم که افعال خالق را به مخلوق نسبت نمیدهیم. دیگه گفته بودیم که افعال خالق از مخلوق تقاضا نمیکنیم. لکن این مشرکین میکنن. کسی که میکنه در شرک مبتلا میشه. سومیش چی است؟ تکییف و تمثیل افعال الله. تکییف چی هست و تمثیل چی هست؟ این براتون تشریح میکنم. تکییف به معنای عزیز که کیفیت افعال الله را میخواه بفهمه، در حالی که مربوط غیب است. ما کیفیت افعال الله را فهمیده نمیتونیم، چرا مربوط غیب است. تمثیل چی است؟ که افعال الله را با افعال مخلوق هم قسم هم مثل فکر میکنه. این تمثیل میگم. چهارمیش ازدیاد بعض افعال، ازدیاد بعضی از افعال. مثلا بعضی از افعال را نسبت دادن افعال مخلوق به خالق. مثلا بعضی افعال خالق به مخلوق، از مخلوق به خالق متعال نسبت میدن. افعال زیاد میکنن، بعضی افعال که در قرآن و سنت ثابت نیست، ثابت نیست. این قاعده باید داشته باشین. اینا بعضی افعال را به الله متعال نسبت میدن که در قرآن عظیم شان در آیت نیست و در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ذکر نشدن. مثل چی؟ مثل یهودیا بخیلی کردن، العیاذ بالله، به الله نسبت دادن. و قالت الیهود ید الله مغلوله. متوجه هستین؟ یهودیا کتابایشان بخواین تحریف کردن، کشتی گرفتن العیاذ بالله به الله نسبت دادن. بعضی ها عاشق شدن یا معشوق شدن یا خمار شدن العیاذ بالله، یا چی میکنن؟ به الله نسبت میتن. فهمیدین یا نه؟ اینی چی است؟ اینی 4 قسم بی‌ادبی، شرک و ناروایی در افعال الله متعال صورت میگیره. میم در بخش اولش در افعال که چی بود؟ انکار کل یا بعضی از افعال الله متعال. بعضی از افعال الله متعال تعطیل میکنن. وقتی که تعطیل کردین به معنای چی میشه؟ انکار میشه. چه قسم تعطیل میکنن؟ مثلا در قرآن عظیم شان افعال الله متعال آمده هست که الرحمن و علی العرش استوى. الله به عرشی کرد، استوا کرد. اینا چی میکنن؟ اینا این فعل استوای الله را چی میکنن؟ ایره به شکل از اشکال این معنا را قبول نمیکنن. میگه ما استوا را قبول نداریم.
وقتی که معنایش چی میکنن؟ میگه منظور از استوا اینجا استوا نیست، استولا هست. یک لام زیاد کردن، تحریف کردن. و معنای حقیقی استوا را که در قرآن آمده هست و صحابه را قبول داشتن و تابعین را قبول داشتن، تبع تابعین را قبول داشتن، یا این را قبول نمیکنن. از امام مالک رحمت الله علیه وقت پرسان شد که استوا چه قسم است، یک جوان آمد پیش پرسان کرد، گفت کیف الاستوا؟ امام مالک صاحب گفت که الاستواء معلوم والکیف مجهول. ما کیفیت افعال الله را نمیشناسیم، کیفیتش. یعنی سعی کنین افعال الله کیفیت داره، متوجه هستین؟ افعال الله کیفیت داره لکن غیب است، غیب است. ما کیفیت از رو با کیفیت افعال خود تمثیل نمی کنیم که بگویم مثل ما وارث. اینال مثلا الله متعال و کلم الله موسی تکلیما، متوجه هستین؟ الله متعال با موسی علیه السلام سخن گفت. آل سخن گفتن الله متعال در قرآن ثابت شد. اینال وقت پرسان شد از علما پرسان می شد که کیف کلم الله موسی، گفتن الکلام معلوم اما کیفیت کلام الله مجهول است. ما او را با کلام خود چی نمی کنیم؟ تمثیل نمی کنیم. ما خود که کلام میزنیم به لب ضرورت داریم، به دندان ضرورت داریم، به زبان ضرورت داریم. بنابراین ما عاجز هستیم، مخلوق هستیم. بنابراین سخن گفتن الله که صمد است، بی نیاز است، او را با سخن گفتن مخلوق تشبیه کردن شرک است. متوجه هستین؟ اگر کس گوید که الله می قسم سخن گفت که کلام گفت با موسی علیه السلام مثل که یک انسان با انسان دیگه میگه، این شرک آمد. چرا؟ الله را با مخلوق چی کرد؟ تشبیه کرد و این شرک است. لکن آیا الله کلام گفت؟ بله کلام گفت. چی قسم کلام گفت؟ همون قسم که به جلال و عظمت الله شایسته هست. ما او را کیفیتش نمیفهمیم. چی میگیم؟ نمیفهمیم. از این خاطر میگه که الاستواء معلوم والکیف مجهول. بعض علما میگه والکیف غیر معقول، یعنی کیفیت ازی در چوکات عقل ما نمیاد چون غیب است. ما نمیتونیم. چرا ما و شما بر شما قاعده را گفته بودم نه که ما و شما معقولات توسطش عقل استفاده میکنیم در معقولات. آری غیبیات کسی خوب به عقل نیست، این تنها به وحی میشه. بنابراین ما به عقل خود سرزی فکر نمی کنیم. کسایی که عقل پرست بودن یا متأثر به عقل پرستی ها بودن چی کردن؟ گفتن نه ما ایده میره باید کلام الله را باید با عقل خود بفهمیم. وقتی که نفهمیدن چی کردن؟ انکار کردن، گفتن ما ایره قبول نداریم. معتزله جهم ابن صفوان یک کسی بود به نام فرقه جهمیه را جور کرد، یا فلسفه زیاد میگفتن، کتابای فلسفی را زیاد خوانده بودن. اینا یا چی شد؟ انکار کردن. چه قسم انکار کردن؟ اینا مثلا پیش صحابه وقتی که افعال الله متعال گفته میشد میگفتن افعال الله کما یلیق بجلاله و عظمته. افعال الله همون قسم است که به جلال و عظمت الله شایسته است. ما که مخلوق هستم، افعال ما شایسته ما هست. پس من هیچ وقت مخلوق با خالق و خالق با مخلوق تشبیه و تمثیل نمیکنم. صحابه این کار نمی کردن. این فیلسوفای عقل پرست وقتی که آمدن و کسایی که کتابای عقل پرستا را خواندن گفتن نه ما باید این را بفهمیم. در ذهن از یا چی بود؟ تشبیه بود. یا از تشبیه خود گریختن، گفتن ما نمیخوایم که تشبیه کنیم. او برادر تشبیه نمیشه. صفات الله، افعال الله به الله شایسته است و افعال مخلوق بر مخلوق. یا گفتن نه این قسمی نیست، چون در ذهنشان چی بود؟ تشبیه بود. حال از این تشبیه میخواین چی کنن؟ بگریزن. وقتی که گریختن صفات بیخی چی کردن؟ انکار کردن. اینی مردم معطله پیدا شدن. یک فرقه پیدا شد به نام چی؟ معطله که تعطیل صفات میکردن. خب این قسم اولش بود. قسم دومش نسبت افعال خالق به بعض مخلوقات. قسم دومش چی است؟ نسبت دادن افعال خالق به کی؟ به بعض مخلوقات. مثلا بعضی از افعال الله را در این قسمت نسبت افعال خالق به مخلوق سه بخش میآید. بعضی افعال الله را ادعا میکنن، مثل ساحرا و جادوگرا.
متوجه هستین؟ سایرا میگه من غیبم میفهمم، ما تقدیرت تبدیل میکنم. بیابرت یک تاویز بدم که دختر بطن خانمت دختر است، ما او را بچه جور کنم. میگنه بناهن این شرک چی است؟ شرک فالبینا و تاویز نویسا و جادوگرا هستن. اینا چی میکنن؟ صفات افعال الله را به خود چی میکنن؟ به خود نسبت میدن. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله میگه اگر کسی پیش یک فالبین و ساحر و جادوگر و اینمی کاهن و یا میگه رفت، 40 روز عبادت ازی میگه صفر شد. 40 روز عبادتش از بین رفت. یک ماه روزه گرفته، روزی ششک گرفته، خوب در دوامید میره پیش یک فالبین میشینه، اینمی 40 روز عبادت ازی چی میشه؟ و بازر بشر تنها در شیشتنش که پیش شیشت کمی فال ما بی تنها در شیشتن. باز حدیث دیگه میگه که من اتا کاهنا فصدقه بما یقول، اگر باز کسی پیش فالبین رفت و باز تصدیق کرد او را گفت که راز گفت، کافر شد به آنچه که بالای محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده. بالای محمد صلی الله علیه و سلم چی نازل شده؟ قرآن عظیمشان. به این کافر شد. او برش میگه که 3 ماهات بخیر زن میکنی، برای دخترها میگه که اینا 2 ماهات برات خواستگار میه، سر اسب سفید میایه، کت بروتای سیاه. و این چی میکنه؟ تصدیق میکنه. این بچه ها را که دید باز بر تو میگه اوه ماشاءالله، بر تو دیگه بازی اینه دیگه. یا بیا که در تقدیر تو مشکل است. چی هست؟ میگه در تقدیر تویی است که تو یک هفته بعد سرت یک ماه بعد یک غم بسیار خطرناک میه و خانه تباه میشه، زندگی تباه میشه. خیلی چطور کنیم؟ باز میگن حالا برای ما پیسه بده، باز ما تقدیرت را چی میکنم؟ تغییر میدم. در حالی که خود از این جوان، خود از این ریش سفید، خود نمی خواهر محترم ما، در حالی که خود ازی در آمنت بالله میگه که والقدر خیریه و شریه من الله تعالی. در زبان میگه، در زبانش حمد گویا، میگه در زبانت حمد گویا، در دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چیست؟ ما یک دوست ما الحمدلله الله هدایتش کرد، فالبینی اترا میکرد، عالم در اینترنت است به نام اعترافات یک تعویض نویس، در یوتیوب است، نشته که این اعترافات یک تعویض نویس برتان در یوتیوب میه. خودش پیش ما آمد گفت استاد بعد از اینکه من این فالبینی ویگه بار قطع کردم کلمه خواندم از سر که لا اله الا الله محمد رسول الله. گفتم چرا از سر کلمه خواندی؟ تو مردم شیخ صاحب میگفتن، بزرگوار صاحب میگفتن. گفت من در حقیقت کفر میکردم، چرا وقتی که عقیده را خواندم دیدم که من کاملا به افعال الله چی هستم؟ کافر هستم. هم دم اعترافاتش بخواین در خودش که در یوتیوب هست، 20 درس داده، 20 درس داده و کلش گفت فریبکاری هست. ایناله این نسبت افعال خالق و بعض مخلوقات یکی میشه که یک نفر ادعا میکنه افعال خالقه و شخص دیگی که مراجعین از او را تصدیق میکنه. مدیر کت مراجعینش اردوگاهش کافر میشه. این مدیر شیطان است و مراجعینش هم مراجعین شیطان است. ابلیس اردوش کافر بیست در ربوبیت الله، در افعال الله. قسم دوم کسایی هستند که افعال الله را به مخلوق نسبت میدن و قسم سوم کسایی هستند که افعال الله متعال از مخلوق طلب و تقاضا میکنن. خب اینی کسایی که همین 3 حالت دارن چه قسم یا مشرک میشن؟ اول شرک در فعل خلق کردن الله میکنن. مشرکین قریش عادت داشتن ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لا یقولون الله. از پیشان پرسان میشد که آسمان و زمین کی خلق کردن؟ میگفتن که الله خلق کننده هست، انکار نمیکردن.
لکن با وجود چی میکردن؟ لکن پیش بتهای خود میرفتن، از بتها و مجسمه ها و مشرکین حبشه پیش قبرها میرفتن و گوارگک ها جور میکردن و برای جا میفتن برای ما بچه و دختر بتین. متوجه هستین؟ نصرانی ها پیش مجسمه عیسی مسیح علیه السلام میرن در کلیسا. دیده باشین یک عکس عویزان کردن در کلیسا و پیش از اون میرن باز برای میگن بچه و دختر برای ما بتین. انسان های خرافاتی از فالبین و جادوگر و از اینها فرزند چی میکنن؟ بعضی از انسان ها هستن که خانم خود از صفت ربوبیت هم میده و برش میگه که اگر این دفعه دختر آوردی طلاق هستی، که داوری لور وشو بیا پا ما بانده طلاقه. در مورد اینمی کسایی که صفت خلق کردن الله را به مخلوق میتن در سوره رعد آیت 16 هم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. اینی کسایی که پیش بتها و پیش قبرها و پیش جنها و پیش فالبینها میرن و از اونا تقاضای دختر و پسر میکنن و یا کسی که برای خانمهای خود میگن که اگر خانید این دفعه بچه نشد من را طلاق میکنم، الله متعال بر از اینا چی میگه؟ برشان میگه قل من رب السماوات والارض، بگو که کیست رب آسمان ها و زمین. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الله رب آسمان ها و زمین، خلق کننده دختر، خلق کننده پسر، خلق کننده زمین و آسمان کی است؟ الله است. قل افاتخذتم من دونه اولیاء، آیا شما گرفتین بغیر از الله دوستان؟ از بت بچه و دختر میخوایی؟ از قبر بچه و دختر میخوایی؟ از فالبین و جادوگر بچه و دختر میخوایی؟ خانمت مسئولیت دختر پیدا کردن و بچه پیدا کردن میتی؟ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. این کسایی که شما از اونا بچه و دختر میخواین، اونا برای خود، برای نفس خود منفعت و ضرر رساندن نمیتونن. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم هل یستوی الاعمى والبصیر، ها مساوی است انسانی که عقیده را از فهمیدن و دیدن عقیده نابینا هست و با کسی که بصیر است، حق قرآن سنت میبینه، میفهمه، درک میکنه؟ ام هل تستوی الظلمات و نور، و آیا تاریکی ها و روشنی ها، تاریکی های جهل و کفر و بیدانشی و بیعقیدگی با نور و روشنی عقیده توحید با هم مساوی هستند؟ نیستن. ام جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه، یا برای الله شریکایی را ساختن که اونا هم خلق میکنن مثل خلق کردن الله. وقتی که تو فعل خلق کردن الله را به مخلوق دادی، او را شریک الله ساختی در خلق کردنش، آیا این کار کردن؟ فتشابه الخلق علیهم، باز مشابه شد خلق در بین از اینا. کی را کی خلق کرده، کی را کی خلق کرده، باز پیش خودم حیران مانده، این بت خلق کرده، این فلانی خلق کرده، مخلوقات الله را به اونا نسبت میدن. قل الله خالق كل شيء، بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله خالق هر چیز است و هو الواحد القهار، و الله متعال ذات یگانه هست و ذات قهار است. پس شما اشتباه را نکنین. قل و ای رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل گوتا چه من رب السماوات والارض، د آسمانونو او د مځکو رب څوک ده؟ قل الله بیرته تورته وایه چې د آسمانونو او د مځکو رب خلقون کوي، روزي ورکون کوي، شفا ورکون کوي الله ده. قل بیا ورته وایه چې افتخذتم
من دونه اولیاء، آیا تاسو اخیسته بغیر الله نه دوستان، لا یملکون، هغه دوستان چې تاسو له هغوی نه زوی او لور غواړئ، هغوی د خپل د ځان دپاره نه نفع رسوی سي ولا ضر او نه هم ضرر. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، دوی ته وایه چې هغه انسان چې څه نه ویني، حق نه ویني، عقیده نه ویني، توحید نه ویني، هغه انسان سره مساوي ده چې هغه حق ویني. ام هل تستوی الظلمات والنور، او ورته وایه چې آیا تیاره او روښنایي یو قسم ده. ام جعلوا، یا دوی وګرځول لله دی الله دپاره شرکا او شریکان، خلقو که خلقه، نو دا شریکان هم لقه الله غنی دوی هم خلق کوي. دا شی بت خلق کړی، دا شی زیارت خلق کړی، دا شی پیر صاحب خلق کړی، دا شی جادوگر صاحب خلق کړی، دا فالو تاویز باندې دا زوی می پیدا سو. فتشابه الخلق علیهم قل الله و ای رسول الله صلی الله علیه وسلم سم عقیده دوی ته وښیه او ورته ووایه چې الله خالق کل شیء، الله سبحانه وتعالی خلق کوونکی دی د ټولو اشیاء و هو الواحد القهار. دومش شرک کفر در چی هسته؟ شرک کفر در فعل مالکیت الله هست، ده الله به مالکیت او تصرف که شریک کول. بعضی کسا طبیعت در فعل الله شریک میکنن، میگه اینمی کار طبیعت کرد، این کار کی کرد؟ طبیعت کرد. میگن نمیگن؟ این کار طبیعت کردن. پس اینا بعضی مخلوقات هم میگن که چی هستن؟ این مخلوق در طبیعت تصرف داره. بعضی مخلوقات هم میگن کابل فلانی شخص نگاه میکنن، مکه فلانی شخص نگاه میکنن، غزنی فلانی شخص نگاه میکنن. مالک متصرف مخلوقات کی قرار میدن؟ یک مخلوق قرار میدن. اگر فلانی کس نباشه کابل و ایران است، اگر فلانی شخص نباشه هرات و ایران است. این شرک است در تصرف الله متعال. و بر از اینا میگه که باز این شخص ها که اصلا غیب میفهمن، اینجا رو نگاه میکنن، حفظ میکنن. الله متعال در جواب از اینا در سوره یونس آیت 31 چی میگه الله متعال؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. اینی کسایی که تصرف الله را به مخلوقات میتن، در وقت رسول الله صلی الله علیه و آله کسایی هم بودن که می عقیده باطل داشتن. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله امر کرد که قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم از اینا بپرس من یرزقکم من السماء والارض، شما را از آسمان و زمین کی رزق میده؟ اگر باران الله نازل نکنه 1000 جریب زمین هم داشته باشی 10 سر گندم گرفتن نمیتونی. رزق تو را کی میده؟ از آسمان. در زمین ای دریاها را کی خلق کرده؟ ای بحرها را کی خلق کرده؟ ای چشمه ها را کی خلق کرده؟ این رزق در آسمان زمین کی میده برای شما؟ اما یملک السمع والابصار، ای چشم و گوش و چشمه مالک از یا کی هست؟ ای گوش بر تو کی داده؟ ای چشما را بر تو کی داده؟ درباره ازی فکر کردی؟ و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کی هست که زنده را از مرده خلق کنه؟ زمین میمره پس دوباره از او چیزای زنده سبزیجات زنده را خلق میکنه. یا یک پدر کافر است مرده است، از او پدر کافر و مرده کمونیست که پیش الله هیچ ارزش نداره یک بچه یک تاب پرست موحد الله خلق میکنه. امیل بسیاری کساست که پدرایشان بسیار خراب آدم بوده اما بچه‌هایشان بسیار موحد و دیندار و یکتا پرست است. پدرایشان بیدین است، دخترایشان بسیار دیندار است. این دخترای با عزت و موحد و با حجاب و با عزت، اینا از مرده کی خلق میکنن. و یخرج المیت من الحی، برعکس بعضی کساس پدرایشان بسیار خوب آدم بوده بچه‌هایشان کافر و بیدین است.
و یخرج المیت من الحی، از زنده مرده را کی خلق میکنه. و من یدبر الامر، این تدبیر آسمان و زمینه که شما میبینین که آفتاب چه قسم است، مهتاب چه قسم است، شب چه قسم میشه، روز چه قسم میشه، انسان چه قسم خلق میشه، شبانه چقدر طفل به دنیا میه، انسان ها چقدر مردم فوت میکنن، رزق از یا روزی از اینا، زندگی از اینا، کی تدبیر از اینا میکنه؟ فسیقولون الله، با زمین مشرکین کلشان میگفتن الله میکنه، یا از نگاه تیوریک قبول میکردن، لکن وقتی که جای عمل میشد باز چی میشدن؟ باز شرک و کفر داخل میشدن. برشان بگو وقتی که این گپا میزنن که کل از اینا را مالک متصرف شالاست، افلا تتقون، پس از الله نمیترسید؟ چرا خود از عذاب الله وقایه نمیکنین؟ چرا خود از این افکار غلط وقایه نمیکنین؟ آخری آیتی که میخوانیم در درس امروزی سوره فرقان آیت 27 است تا 31. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. در اینجا الله متعال بر کسانی که اینا در صفت یا فعل تصرف الله مخلوقات شریک می سازن، چرا کاری مردم میکنن؟ به خاطر از اینکه دوستای غلط استفاده میکنن. همیشه انسان کی گمراه میکنه؟ دوستای غلط، رفیقای غلط، احزاب غلط، استادای غلط که قرآن درس نمیتن، سنت رسول الله صلی الله علیه و درس نمیتن، قصه های از دل خود تمام روز قصه میگن. بعضی کسا دین خود از شاعرها میگیرن. صحیح شد نه؟ ای بالاخره با اینی اشعار و با این قصه های دروغی و با این قصه های 1001 شب و دوستای غلط چی میشه؟ بالاخره ای در شرک داخل میشه و از عقیده درست دور میشه. این انسان وقتی که روز قیامت میشه ای باز چی میکنه؟ میگه و یوم یعض الظالم علی یدیه. سبحان الله. الله متعال میگه این انسانی که ظالم است، شرک آورده هست. یعض و عض در زبان عربی دندان گرفتن است. بعضی کسا دیده باشین که سر بسیار سختی بیایی باز آخ کاش که کارو نمیکردم، کاش که بچه نقطه نقطه را کتش دوستی نمیکردم. و یوم یعض الظالم، و روزی که دندان میگیره ظالم علی یدیه، یعنی دستای خدا، بر دستای خود دندان زدن، چک میکنه دستای خدا از حسرت و پشیمانی. یقول میگه یا لیتنی، ای کاش، افسوس، لا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش که راه رسول الله صلی الله علیه و سلم اختیار میکردم. رسول الله هم چه قسم از خواب خیستن، رسول الله هم چه قسم استراحت کرده، رسول الله هم چه قسم نماز خوانده، رسول الله هم در رکوع چی گفته، رسول الله هم در سجده چی گفته، رسول الله هم چه قسم عقیده داشت. کاش که به قرآن و سنت مراجعه میکردم، کاش که راه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگرفتم، اتخذت میگرفتم مع الرسول، به امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم سبیل، راه از رو میگفتم. من رفتم یک روز دیز داخل شدم، بازو در کلیم زد، باز از او بر آمدم، باز رفتم در یک بده، بازو زدم، باز کت قماندان فلانی بازو دواندم، باز کت فلانی گروپ رفتم، بازو زدم. چرا نرفتم در راه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ چرا رهبرم رسول الله صلی الله علیه و سلم او رهبر خود تعیین نکردم؟ چرا طریقتی که طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم از او اختیار نکردم؟
یک روز رفتم در یک طریقه، گفت بخی بچه یک رقص بکن. بازیگر خیستم رقصیدم. بازیگر روزیم که او ولی خود این حال اینی ظالمه که راه رسول الله صلی الله علیه و سلم و طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک میکنه. بازم چی میکنه؟ چی میشه؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش که راه رسول الله صلی الله علیه و سلم. در روز قیامت انسان هایی که راه پیغمبر ترک کردن در راه های دیگر رفتن. حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. حزب رسول الله صلی الله علیه و سلم که حزب فلاح و کامیابی و راستگری است، اینو ترک کردن، رفتن در احزاب دیگه و گروه های دیگه داخل شدن. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که فلانی نفر دوست خود نمیگرفتم. فلانی رهبر گفته پشتش دویدم، بوتکایش پیشش پایش ماندم، دستایش ماش کردم، چپنش ماش کردم. یا کاش که فلانی رفیق ما فرندم نمیگرفتم در فیسبوکم. زد تکت کیم که دو تا چیزا رو برام روان کرد که از در غضب الله گرفتار میکرد. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که در فیسبوکم فلانی رو دوست خود نمیگرفتم، کاش که فلانی رو از واتساپم بلاکش میکردم. اونمو بود ظالم که در واتساپ من انداخته میرفت، در تلگرام ما چیزا رو انداخت که تکت تکیم کرد. لقد اضلنی عن الذکر، این دوست غلط مشی که مرا از یاد الله گمراه کرد. ایوازی که برای ما یک چیز رو بیاره که یاد الله را بکنم، برای ما بچه های هندی را آورد، گای قشتی کج هم انداخت، گای فری فایت هم انداخت، گای مثلا کلان مثلا می فایتر هست و این جنگ هست و این بچه جنگ میکنه و این بچه فوتبالر هست و این بچه فیلم هست، این دختر فیلم هست، این فیلم امریکایی است، این فیلم اروپایی است، این فیلم هندی است، این فلانی است. یاره که من دیدم از دستی رفیق من بیدین کرد، این نام بچه امام نام اندویی ماندم. این حال انسان چی میگه؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ببین الله متعال میگه دوست صحیح اختیار کنین. دوستتان رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردید. اخلاقتان از اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم. والله اگر شما هر کارا میکنین، فقط یک قاعده است، یک قاعده بسیار خوب. وقتی که از جنگ میکنی، خوشی میکنی، دوستی میکنی، رفاقت میکنی، در یک مجلس میری، در یک میمانی میری، بگو اگه عوض عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم میبود چی میکرد؟ وقتی که قدم میبرداشی پیش از اینکه برداری بگو اگه عوض عمل رسول الله میبود چی میکرد؟ جوابش پیدا کو، امو کارا بگو. آیا رسول الله هم حق داشت؟ نه. کینه داشت؟ نه. بدبینی داشت؟ نه. دشنام کس را میداد؟ زبانش عفیف و پاک بود. کس را نه. قلب پاک، رسول الله هم قلبش بسیار پاک بود. عقیده بسیار خوبش داشت. عبادت الله را بسیار خوب میکرد. احکام الله را سر خود کلش تطبیق میکرد. آل ما یک حکم الله را که تطبیق کردیم، شیطان میگه اوه تو خود رسیدی دیگه. دیگه هیچ نیاز نداری، از تو که دیگه از دیگه خوب نماز نمیخونه. او دیگه قرار نمی نماز خود خوشحال است از این مسجد که برآمد که سایلش کنی که هیچ آدم نیست. نماز یا کسی رو ببینیم والا ما بسیار ذکر میکنم. ذکر خود یک شعبه ایمان است. الایمان بدون و 70 شعبه. برای ما یگان وقت شیطان میگه استاد تو خود دعوت کردی. اینه دیگه. نه دعوت چی است؟ چند شعبه ایمان است؟ یک شعبه. رسول الله میگه ایمانو بدون و 70 شعبه، 70 چند بخش داره، 70 چند مضمون داره. در کل مضمون رو باید نمره بگیریم. تو خود را دمی دعوت گرفتی، دیگه چطور هستی؟ صفر. دیگه صفر هستی. اخلاقت چطور است؟ اعمال دیگه چطور است؟ باید در کل ازی باشه. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بعد از اینکه ذکر قرآن عظیم شان آمد، احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله مرزی گمراه کرد، بعضی که آمد بر من و کان شیطان للانسان خذولا، و شیطان بر انسان بسیار خذول است. و قال الرسول، باز اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله شکایت میکنه از اینمی انسان ها. چی میگه؟ یا رب ای پروردگار ما، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اینمی امت ما. قوم رسول الله هم کی است؟ امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. میگه اینمی امت ما. متوجه هستین؟ اگر عرب است، اگر عجم است، اگر امریکایی است، اگر فرانسوی است، اگر افغانی است،
اگر سیاه‌پوست است، سفیدپوست است، پشتون است، تاجیک است، هزاره است، ازبک است، هر قوم که کلشان میگه یا رسول یا رب اینا چی کردن؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا قرآن مهجور یعنی از قرآن هجرت کردن. قرآن شریف قرار ماندن اونجا دی تاق بلندی چی میگن؟ اونجا مانده شما چی میگن؟ ما قربان سر دروازه میشم. قرآن شریف سابقا در کجا میماندن؟ خواندن خود نیست، نه؟ تلاوت نیست، درس ترجمه نیست. قرآن شریف در کجا میماند؟ در سر دروازه یک جور کرده که برای او دره. باز از او خاطر میفتن ما قربان سر دروازه میشم. اون سر دروازه کس ما قربان از اون میشم. قربانی تو رو چی کنه که تو قربان از اون میشی؟ بخوان، تدبر بکو، تفکر بکو. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که اعمال صالحه بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.